آدمی بی نماز حکومت خداوندی را چکار کرد؟ جنایت کرد. نماز نمیخوانه، فرمان پروردگارش نمیبره. خدا گفته ایستاد از اقیم الصلات، ای بنده خدا من تو را آفریدم، من بالای تو حکمران هستم، من بر تو نعمت دادم، چشمهای بینا دادم، دستهای گرا دادم، زن دادم، فرزند دادم، خانه دادم، ماشین دادم، میوه های شیرینی مرا تو خورده ایستاده ای. نماز بخوان. وقتی نماز نمیخوانیم آیا حکم خداوند اجرا نکردن ما جنایتکار حساب نمیخوریم؟ ما جنایتکار هستیم در نزد پروردگار. روزی می شود که ما و شما را پروردگار برای بینمازی در محکمه سودی خود میکشد. لیکن نه این گونه. این زندان ها خیلی خفیف هستند، خیلی ساده هستند و راحت زیاد دارند. لیکن خداوند به ما و شما در قرآن چی میگوید؟ سوره حاقه: خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. این بنده بدبخت، این انسان بی نمازی که نماز نخوان، خذوه فرمان میدهد خداوند، به فرشته ها فرمان میدهد گیرید وی را، گیرید وی را. خذوه فغلوه. بعد گرفتن غل در گردن او اندازه. غل مثل یک بنده که در گردن یک چاروا، در گردن یک خر می اندازند، در گردن او یک غل اندازه. چیکارش کنین؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. گرفته جحیم برینش. برین همون دوزخی که در دنیا می گفتیم، اینا کشاله کرده برین گفتن. خداوند امر می کرده است با همون فرشته های خود. ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. وقتی که جحیم بردینش چیکارش کنین؟ این را با 70 ذراع زنجیر آتشین بندش کنین. 70 ذراعش 35 متر زنجیر می شود. حضرت سفیان میگوید به ما خبر رسید که همان زنجیر از پس انسان داخته می شود، از دهانش برآورده می شود و همین 35 متر زنجیر آتشین در وجود آدم بینماز بسته می شود. برای چی اینقدر سخت بسته شود؟ تا که وی نجنبد، تا که عذاب بالای وی غلبه کند. این است امر پروردگار برای کسانی که در دنیا نماز نمی خوانند. شما یک آهن عادی را در بالای همین آتش های دنیوی گرم کنین، آیا قپیدن میتوانی؟ گفتی حضرت مولوی نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوزی گلخن؟ ای انسان تو کور نیستی. تو اگر افسوس که عقل نداری، اگر عقل می داشتی در پیش آتش است، گلخن است، اونجا تو را می سوزانند، اونجا تو را عذاب می دهند. برای چی؟ برای که تو نماز نخواندی. برای چی نماز نخواندی؟ خذوه خدا گفت، امر کرد به فرشته ها. چگونه فرشته ها؟ میگذاریم باز در دیگر آیت قرآن: علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یأمرون. علیها ملائکة غلاظ. خدا میگوید اون ملائکه هایی که شما را عذاب میدهند اونا غلاظ هستند، اونا زیشت روح هستند، اونا بیرحم هستند و شما رحم نمیکنند.